چند شد؟ 300 شد. 300 قید کو، کامرا را قید کو بشین. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان راه که تو هم راهنمایی، همه درگاه تو پویم، همه از فصل تو پویم که به توحید سزایی. بیننده های عزیز یوتیوب چنل لاروین مایک، سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. اسحاق زایی در خدمت شماست. امروز 16 آگوست سال 2026 میلادی است. آمدیم این عصر و شام در این منطقه هستیم، پیش گذر کوچه گذر 18 چمن هم میشه و پیش مکتب خصوصی خانه نور. تا اینجا دیگه هر وقت نماخته اگر رقم بیروبار و ازدحام است، خصوصا از طرف بعد از نماز عصر تا نماز خفتن، چون میوه فروش ها اکثرا در همینجا هستن و میوه فروشی دارن دیگه، دکان میوه فروشی و نانوایی هم هستن. قصدا اینجا سوال شدم که همین اشاره ترافیکی را بعضی از دوستا گفتم مراعات میکنن یا نمیکنن، چون ما در چنل قبلی همراه سلام علیکم، همراه یکی از دوستا بود، ولی از اشاره ترافیکی گذشت و مرا کلش سر من انداخت. حالا که دوستا میدونن که من نه موتر دارم و نه موتر یاد دارم، ولی من از یک مسئولیت باید برش میگفتم، چون واقعا خودم هیچ ندیده بودم، در اشارات تلفن مصروف بودم. پس هم از او بسیار غوغا برپا که من کاش یک موتر بگیرم بخیر که باز اشاره ترافیکی را حتما رعایت میکنم دیگه. از این خاطر سوال شدم من باش کی رعایت میکنه کی رعایت نمیکنه، با اینکه زیر هر اشاره ترافیکی هم پلیس استاد از پلیس ترافیک البته، حالا دیگه باید شرطه ترافیک بکنیم چون نامش تغییر کرده. اینجا وطن یک کاکای بزرگوار هم نان میفروشه، بین امروز یک کاکای صحبت بکنیم، باز میریم بخیر اون طرف میریم و از طرف در خدمت شما قرار میگیریم. کاکا جان سلام علیکم. بچه محترم سلام علیکم. شما خوب هستین؟ خیرتی است؟ صحتتون چطور است؟ شکر است به دعای زندگی بخیر میگذره؟ بخیر باشه، زنده باشید. نانوایی دارین اینجا؟ بله. از شماست؟ بله. نام شما؟ حاجی صفدر. حاج صاحب صفدر؟ بله. چند سال میشه که نانوایی دارین شما؟ ما تقریبا خود زیاد میشه، همین جایگان 2-3 ماه میشه که آمدیم. قبلا کجا بودین؟ قبلا کوچه اخدار. اونجا چند سال بودین؟ اونجا تخمین 5 سال بودیم، ولی هم بچه ها هست یک تا دوش همونجا است. نصفش اونجا است، نصفش اینجا آمدن. اینجا چند نفر مصروف است؟ اینجا 4-5 نفر است که شاگردان کلش دارن. خب بچه خودتان هم هستن برایتان؟ بله. روزانه چند ساعت نان پخته میکنین؟ والا دیگه گپ از مشتری است دیگه. این نانو ما تازه کارم هستیم، 600 700 800 1000، بعضیا فرمایش میته کمر زیافتر کمتر میشه. اونجا چند ساعت نان بود؟ اونجا 2000 میشد؟ نه 2000 نه 500 400 900. همسایه از پشتن میبره یا کسایی که مثلا شام طرف خانه؟ همین دور بر هم همسایه‌ام میبره، کسایی که مشتری هم طرفای بالا برام میبره. این سبوسی است یا 30% 40% گندم دایما داره. آورد ترمیدش باز اول است. باز نان وایا باز دو رقم نان پخته میکنه که سبوسی هم تو خالص است، یکی باز گد داره، یکی باز هیچ سبوس نان نداره گندم. خب باز هر قسم است دیگه، ولی با بندای خدا رو چیزی گفتن نمیتونم. بعضیا که است ترمیده و سبوس گد میکنن. بعد ما خو راستش رقم نمیکنیم، خودمون هم پشت چاوکش هم آسیا داریم، همونجا آسیای سنگی به جنریتر و سولار میگردم دیگه. با این موارد گندم دائمی دالون قرقاج میخریم، قدم ترمیده اول گد میکنیم، این مشتریام راضی است. ما یک پیسه یک 5 تا نان بریم میمونه. 5 تا نان براتون میمونه. بازی جوریش چند افغانی است؟ ما لخم یک نرخ دم شهر مود برام سابق 20 ما سودا میکردیم، پسان 18، ولی هم در بین کلی 3 تا 50 رو پس 3 تا 50 افغانی است. ما مطمئن هستم که شما نرخنامه کشاورزی برتون داد از اون دارید. نرخنامه هم داریم. 400 گرم کشاورزی 20 روپیه دادن. 400 گرم نان ماست 20 تا سبان که ما سایه 16 میفروشیم. بخیر باشین کاکا. بخیر باشین. خدا شما را داشته باشد. زنده باشین. تشکر. سلامت. زنده باشین. نان وطن است دیگه، دور از دلتان دیگه. این نان اینه
این 3 دانه نان در خانه بس میکنه به نظر شما؟ ما 4 5 نفر هستیم. 5 نفر هستید؟ بله. شما خوب هستین ان شاء الله؟ الحمدلله. نام شما؟ محمد عثمان. عثمان جان مصرف چی کاربر هستین؟ ما که صرافی دارم. صرافی دارین؟ بله. خیلی حتما نفوس شما کم است یا ما جدا 3 زندگی دانه میکنید؟ سر دارم، یک خودم هستم، خانم است، 5 نفر هست. خیلی شما مثل ما برای جدا هستین دیگه. ساعت به ساعت. میگن که ما شام قربانت تشکر سلامت خدا حافظ کاکا جان بخیر باشید. بیا همکارم این طرف بریم و چند تصویر از این طرف برای شما ثبت میکنیم. ما همشه مدیون خدمات شما هستیم. تشکر بخیر است. با آنکه ما در هر جای اشاره ترافیکی داریم ولی خدا شاهد است اگر شما نباشین اینمی دوستا سرشون بد نخوره والا یک اشاره ترافیکی را رعایت بکنه. چرا؟ والا از وقتی که امارات اسلامی آمده خوب شده. یک 80-90% خوب شده. و مردم هم یک کم دور از آدمای خوبی اداره بندباری میکنن. اگر 10 سال 15 سال در شهر زندگی کرده باشه اینمی اشاره تقریبا از 15 سال زیاد میشه که شونده شده. 15 سال زیاد. بله است. شما چند سال میشه اینجا فعالیت دارید؟ از ما 15-16 سال شده. 15-16 سال شما بله. مستر خدمت بله. هستید. ما در هر برنامه گفتیم که ما مدیون خدمات شما هستیم. شما باور بگید اگر شما نباشین در بعض چهاررایا یک رقم ازدحام و بیروبار میشه بخی سرک مزار مثل سرک کابل میشود. بله. خواهی یک گاه حساب است که سابق همین زمان جمهوریت هم بود یک ذره مردم دور از آدمای خوب بعدشون استفاده نمیکرد. اما حال مردم یک ذره استفاده میکرد. ما نیروی امنیتی هم اومد از حوزه است منصب امنیت آقا صاحب امون نفر را مدیر صاحب ترافیک بله مدیر صاحب ما مالی صاحب عوض وثیق آدم فعال است دیگه بعد خدا کس کدام ما کدام کار نمیکنه مثلا زورگویی و رقمی نیست زمان سابق واره وقت هم خوبم بود بعدم بود حالا یگان تا هست اما استاد میکنن رکشا هم زیاد شده مردم هم یک ذره فکرایشون پریشان است اقتصاد. نام شما را پرسان نکنید. اسم ما جمشید است. جمشید عزیزی. جمشید خیر بود. ما همیشه گفتیم بازم میگم که ما خدمات شما را پلیس ترافیک هیچ وقت نادیده نمیگیریم. قربان پیشتر هم تاکسی را ما گفتم که برادر استاد نکن. دیگه یکی دیگه هم استاد کرد و ما از همکارای ما ما برش گفتیم که گرچه خودش هم نه نامش نگیم. نه نامش نمیگیره خودش میفهمه. من که اگه آغوش بده. قربان تشکر. شما افتخار ما هستید. خیر باشه. شما رسانه‌ام شما مصدر خدمت هستین که صدای مردم است نمیتون ما کدام همیشه از این مردم خودم خوش هستیم یگان تا که استاد نمیکنه خیر مثلا اگه پارچه شوا پارچه جریمه اصولی همون خوبش است که برایشون جریمه کنیم فقط پلیس در بانک تحویل کنیم دیگه این مردم تا چه وقت است جانشون انداز شده قربانت بخیر باشین و علیکم سلام بیا بچی سلام علیکم خوب هستی نامت سبحان جان مکتب میخوانین؟ صنف چند هستی؟ 2 صنف 2 چندم نمره هستی؟ ما 2 نمره هستم چند؟ 2 نمره دوم نمره زیاد درس بخوان دایده بخیر دکتر میشی خب؟ میخوای دکتر شی به انجینر؟ دکتر؟ آی ماشاءالله ما را کدی سبتی آفرین بچه بیا همکارم رکو بیا همو تو در این منطقه دیگه نام خود همو تو نان پخته میشه آج صاحب محترم سلام علیکم ما نره باشیم خوب هستیم خیرته انشالله کاروبار چطور است؟ میگذره نامتان؟ نام پرویز جان لالا پرویز چند نفر مصروف هستیم؟ 5-6 نفر است 5-6 نفر روزانه چند نان پخته میکنین؟ والا اون نامعلوم است یک روز یک رقم از دیره معلوم نیست 1500 و 1000 میشه یک کمتر هم کم میشه چند نوع نان دارین؟ 4-5 رقم نان است دیگه 4-5 نفر قربانتان تشکر نان گرم تشکر یک نان روغنی از دوستای عزیز و این نان چمنشکش خود نام خدا میبرین اگر گشنه هستین دیگه دور از دلتان چند تصویر از این نانا برشان بگیر باز میریم بخیر او طرف در خدمت هموطنان عزیز ما قرار میگیریم چند تصویرش
یه چیز در جای میوه فروش آمدیم نام خدا سیب، زردالو، ناک نانگرم گفته وطندار از ما. سلام علیکم چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر. نام شما؟ رحمت الله. رحمت الله. نانوایی داریم؟ بله. جای دیگه حتما دیگه جایی داریم از بیادر ماسا خانه نانوایی. اینجا سر کار چند بجه میایید؟ اینجا 6 بجه صبح. 6 بجه صبح. بله. تا چند بجه شام هستید؟ تا 9 بجه شب. 9 بجه شب. بله. این آنها باز 10 افغانی است 8 افغانی است؟ یا 10 رقم. 10 رقم. بله. مثلا نانای کلان با سیتش مثلا 50 افغانی 1 روپا و 2 روپا میمونه. بله. یک نفر مثلا شما 100 نان میخوره. باز کم ارزان میکنه؟ بله رقم مراد دارم. روزانه چند صد نان میفروشی؟ یک 400 نان 4 نیم تن نان. 400 نان 4 نیم صد نان. خودم تنم. خودت تنها؟ بله. خرج خانه خو میبراید. بله. چند سال میشه که نان فروش میکنی؟ من تقریبا 12 سال میشه. 12 سال؟ بله. شما چند سال هستی؟ ما 26. 26؟ بله. از پدر کلان نانوایی هستیم. خواه شما خیلی پدر کسبی هستی؟ بله. بابا کسبی بگویم؟ از وقت شروع کردید؟ تا حالی هستی؟ تا فعلا نه. 12 سال میشه که یگان موتر خریدی یا نخریدی از طریق فروش نان؟ میام غلطک دمو موتر از خودش. موفق باشی برادر عزیز. بخیر باشی. تشکر. سلامت. زنده باشی. بیا همکارم این طرف بیا. اینجا دیگه دوستان هستن همراهشون صحبت میکنیم و نام خدا بیربار ازدحام اینجا بسیار زیاد است. یک کاسه ماست چند است؟ ما میخریم مقصد بای نمیکنیم. سلام. خوب هستین؟ خیرتی هستین ان شاء الله؟ اینا رو خودتون مایه میکنین یا خانه؟ بله خانه. چند است؟ سلام علیکم. چند است؟ او کاسه چند است؟ هر یک یک بیس؟ بله. روزانه چند کاسه میرین؟ روزانه 150 دانه میشه. 150 تا 200 بله. دانه. خانه چند دانه گاو است؟ گاو نداریم میخریم چی؟ شما خودتون میخرین شیره خانه باز مایه میکنین باز میرین؟ به خانه میکنیم. چقدر برات میمونه؟ خوبه 1000 روپیه ماست میمونه. کاکا فکر میکنه ماست میخره. ماست میکنه؟ ما خرید. از کجا خریدین؟ از اینجا خریدین؟ میمان دارین اشته؟ نه دوشتکای ما خریدیم. شما مسئول چی کار هستین؟ ما در مارکت دکان داریم. دکان هینگ هر است؟ دیگه 4 کاسه در از دیگه اینا نفر 30 سودا میکنه دما 25 سال میکنه. این همسایه‌داری خیلی میکنه شما. حتما شما مشتری سابقه هم هستین. بله بله بسیار خوب ماست میته. بسیار شیرین است. انا ما 2 تا دختر دارم 2 تا بچه. میرد می بیگاد چاشت خلاص میکنن تا ما شام آمدن. مارکت در هینگ هستین؟ بله ما هینگ هم داره؟ ما کار دیگه میکنیم. بله هینگ میگه در این روزا میگه یک ذره بسیار پایین شده. بله بسیار کاری دن زیاد شده. در هندوستان مال زیاد میرد باز ارزان میشه دیگه. چند سال میشه کار هینگ میکنید؟ ما 2 سال میشه. 2 سال. 2 سال میشه. خیلی شما دیگه تضمین میکنین که ما از اینا ماست بگیریم خوب میشه؟ بله بله بسیار ماست تازه است بسیار شیرین است. ما میگم که در سر درسخوان ایره دعا میکنیم. دعا میکنیم. این جوان است دعا برش کنیم. بسیار زیاد تشکر. تشکر. خانه آباد. بخیر باش. یک تصویر عمومی از اینجا بگیرید که اینجا دیگه نام خدا هیچ کمبودی در. سلام علیکم. خیرتی هست ان شاء الله؟ نه ما اجازه طرفتان بیایم یک چند لحظه صحبت بکنیم. سلام. خوب هستین؟ خیرتی هست ان شاء الله؟ خیرتی بخیر. تشکر. این طرف شما این طرف. این طرف شما. نام شما؟ نصیر احمد. نصیر احمد جان. چند سال میشه اینجا دکان داره؟ اینجا یک 8 سال هستیم. 8 سال. 8 سال میشه. در این منطقه میشینید؟ نه پروژه میشینیم. پروژه خالد؟ بالا. رومی شولگر است؟ نه رومی صیاد است. صیاد؟ بالا. ما پیش چاشت خانه خریدم 20 افغانی. شما چند میفروشید؟ 20 روپیه و 25 روپیه میفروشیم. و اینی لیمو چند است؟ 180 روپیه است. 180. بالا. بادرنگ هم 15 افغانی. 15 روپیه و 20 روپیه است. مرچ دلمه چند است؟ 40 روپیه. 40 افغانی. بالا. بانجان 20 است؟ بالا. تورایی چند است؟ تورایی هم 20 است. ما شما دیگه ما خودشون همین سودا خانه رو کلش خودم میخریم. از خودم قیمتاش برای معلوم است. مطمئن هستم دستگاه کردیم. شکر. تا چند بجه شب هستیم داشت؟ اینجا تا 10 بجه 9 نیم بجه میباشیم. تا 10 بجه و 9 نیم بجه. بالا. باز داخل اینجا حساب میکنین خانه؟ نه خانه میریم دیگه یک توصله نمیریم. شما بس از مارکت میراین هر صبح وقت میرین من میخرین یا اینجا براتون میارم؟ نه سبب خود ما وقت‌تر بریم. قربانتون. تشکر. سلامت. زنده باشید. بخیر باشید. چند تصویر هم کار میکنم دوباره خدمت اینا خراب میگم.
ما باید 1 کیلو شفتالو از وطندار عزیز ما بگیریم. میگه شفتالوی قیصر است. از شما از اینا هستن؟ خیر شما به این طرف این. سلام خوب هستید؟ خیرتی هستین ان شاء الله؟ چی انگور حسینی آوردین ما؟ انگور حسینی چی است والا؟ از نخچی هست؟ نه از پیر نخچی نیست، از چی میارن اینجا؟ چی نام داره باش؟ نامش از یادم رفت. اینجا پیش از این بلخ هست؟ از این بلخ است. انگور صحیح. بازو انگور چی است؟ قیصر است. انگور چی قیصر و خومه؟ و انگور سیاه قیصر است، شفتالو و ما قیصر است. خب انجیر از تاج قرغان است. سیب از چی از سیب از شادیان است. سیب چارکنت هنوز هم نامده. ها؟ سیب چارکنت. آمده سیب چارکنت است، من شادیان است. خب موزون نوک اندراب است. اندراب است. خربوزه از اخچه است. نام خدا. شما ببین ما از شما کم سودا میگیریم. یک ذره پیش ببین. نام خدا دیگه ما همیشه گفتیم که میوه خوب میخواین. دو جای گفتیم، یکی اینجا بیاین، یکی چوک زراعت. این شفتالو چند است؟ او شفتالو چند؟ شفتالو 130 روپیه دلت ازش میگیری، دلت ازش میگیری. هر دوش یک شفتالو است، من تا در رنگش تفاوت داره بس. یعنی دختره که من شفتالو که نرم باشه. نرم این نرم میشه، زمین بیچی نرم میشه، این بدل خود نرم میشه، بیچین شفتالوش هم بسیار شیرین است، خوب میشه. انجیر چند است باباجی میگن؟ انجیر 160 روپیه است. خب یک خلطه بتین ما خیلی خودم میچینیم. اجازه دادین دیگه صحیح؟ و سیب چارکن چند است؟ سیب هم 82 کیلو به تو 150. انگور 70 روپیه بده. دوستای عزیز ما این نام خدا هر کدامش 1 کیلو میه. نه دادم 50 ندارم. نه. 70 آخر بایش است. در این سال قصد کردیم که یک بار شفتالو میخوریم، اینمی شفتالو است. دیگه یک دو تا میخورید پول نتیلالا. نه گفتم بر یک بار شفتالو اگر بخورم از شفتالوی خوبش گفتم. آی شفتالو خوبش است. این دیگه باز طرفای ما پیدا نمیشه. ما دو منطقه از شفتالو نیست. شاید که 1.5 کیلو بیا. یک سعی کنیم شما چقدر میگید؟ بیاین اینجا. دوست عبدار به شما تو خاطر که چی هستی؟ قربان 200 از 1.5 کیلو خمیه؟ 1 کیلو 670 گرم است. از 1.5 کیلو زیاد است. بیخی صحیح است. ما گفتم این اولین و آخرین شفتالو است که دوستای از نوش جان میکنم و ارزش خریدن هم دارن. باز چیز خوبش است. این در مارکت 1200 رسید. 200 ماه میشه سودا 1200 روپیه. سیب چند است؟ سیب ما کیلو 82 کیلو 650. باز یعنی سیب 50 روپیه است. خب 100 روپیه خریدیم سیب هم بانیم. ماره کنین. اینه نگین که ناخ یلا مصاحبه میکنین سودا نمیخرین. دیدیم ما هم مصاحبه کردیم هم سودا از پیشتون خریدیم مقصد. ما 2 سال پیش هم شما مصاحبه کرده بودیم، شاید یاد شما نباشه و یاد ما است. نه درست است میفهمم. صحیح است. سعی کو 100 روپیه گیرم چون کم است. کم است؟ خوش. آی سر انگور 70 روپیه دلت از میگیری دلت ازشو. اینه پس. ایشا میگیری 50 روپیه. پارتورم. ثابت چند شد؟ 300 شد. 300 قید کو کامera را قید کن. کامera را قید کن. متاسف هستم دوستای عزیز، ما در حال ثبت برنامه بودیم که جنگ شروع شد دیگه. ما کامera را قطع کردیم ولی قطعا کار خوبی نشد دیگه. حدودا قضیات مردم جمع شدن، زد و بگیر بود دیگه. آدم چی بگه دیگه. خب جنگ دیگه نتیجه ندارد. اگر جنگ کار خوب میشد باز افغانستان باید اول وقت گلزار میشد. متاسف هستم واقعا خیلی جگرخون شد این صحنه را دیدم دیگه. ما هم اگر میرفتیم شاید ما هم لط میخوردیم. خب نشدن دیگه.
نوشته که در تصویر میبینید میگه اول نمره صنفش است. باش که در کدام مکتب این درس میخونه. سلام علیکم. سلام. خوب هستی؟ شکر. نام شما؟ محمد حسین. محمد حسین؟ محمد حسین. حسین جان. مکتب میخونی؟ بله. صنف چند هستی؟ صنف هفتم. صنف هفتم. مکتب شخصی دولتی؟ مکتب خصوصی ذاکر احمدی. صنف هفت هستی؟ بله. کدام مضامین از زیاد دوست داری؟ مضامین مثل ریاضی، انگلیسی، کامپیوتر و غیره. و غیره؟ بله. در صنف چند نمره هستی؟ شکر اول نمره است. اول نمره هستی؟ بله. خانه پدرم رایت همکاری میکنه، برادر مادر کی هم رایت همکاری میکنه؟ برادرای من از کورس هم میرم. همین است. کورس چی میری؟ کورس انگلیسی، کامپیوتر و ریاضی. انگلیسی رو چند ماه میشه که میخوانی؟ انگلیسی رو میشه یک 8 ماه میشه 8 ماه 9 ماه. خود معرفی کردم میتونی؟ بله شکر. What is your name? My name is Muhammad Hussain. Muhammad Hussain. Yes. Muhammad Hussain. What do you want to become in the future? I want to be a doctor, an intelligent doctor in the future. Wow, you want to be an intelligent doctor in the future? Yes. Wow, it's good choice. اینمی انگلیسی رو بخیر خلاص کردی؟ باز در پلوش میفهمی کامپیوتر رو شروع کن. صحیح است؟ بله. کامپیوتر رو بخوان بخیر، انگلیسی رو بخوان که در آینده بخیر این دو چیزا که پاس بکنی در سازمان ها هم خوب وظیفه برات پیدا میشه و اگر کدام بورس خارجی بروی بعد از اینکه مثلا مکتب خلاص کنی پانتون بری بخیر باز میتونی این خارج پانتون هم بخونی. درست است؟ بله. شعر میر خویت نداری؟ شعر یاد دار. بسم الله الرحمن الرحیم. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راهنمایی، همه درگاهی تو پویم همه از فصل تو گویم که به توحید سزایی. واه واه ماشاءالله ماشاءالله. موفق باشی حسین جان، بخیر باشی. خوش آمد از حسین جان. برش موفقیت آرزو میکنم. هر نوجوان که مثل حسین جان بره زحمت بکشه مطمئن هستم به آرزوهایش میرسه. یک تصویر عمومی میگیرم بعد با شما خداحافظی میکنیم. خب دوستان عزیز ما از اون طرف سرک گذاشتیم این طرف آمدیم. واقعا جگرخون شدم. هنوز هم شاید محترم بچه ها منجا باشه دیگه خیلی جگرخون شدم. برنامه را در اینجا به پایان میرسیم و آذان شام هم شروع شد. تا فردا که اسازه از قسمت دیگر شهر زیبای مزار شریف در خدمت شما قرار میگیره. همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.